آغاز یک هفته دیگر رو با همه شما بینندگان عزیز شاد باش میگویم. ساعت به وقت پراگ رسو 7 است و فرصت است که من برای شما اخبار تاجیکستان و جهان رو معرفی میکنم. برای اینکه روزتون رو با رادیو آزادی شروع میکنید منت داریم و نخست درباره وضع باد و هوا معلومات میدیم. هوا امروز در پراگ قرارگاه مرکزی رادیو آزادی آفتابی است و تا 23 درجه گرم می شود. در مسکو باران می بارد امروز و حرارت به 13 درجه خواهد رسید. در دوشنبه هم امروز هوای گرم و آفتابی پیشگویی شده است. روزانه حرارت 23 درجه را تشکیل خواهد داد. مقامات وزارت دفاع افغانستان گفتند روز 12 اکتبر نویه دشت ارچی ولایت کندوز را از زیر تصرف جنگجویان طالبان آزاد کردند. این نویه در نزدیکی مرز با تاجیکستان جایگیر است. در بیانیه وزارت دفاع افغانستان گفته شده است نیروهای دولتی افغانستان به مرکز نویه حمله برده پناهگاه‌های دشمن را خراب کردند و به آنها زیان جدی رساندند. در اظهارات آمده است که نیروهای آمریکایی به سربازان افغان در این عملیات کمک کردند. طالبان از سال 2015 به این طرف در ولایت شمالی کندوز که از نظر استراتژیکی و اقتصادی مهم شمرده می شود حضور گسترده دارند. امریکا میگوید که تمامی سربازانش را از شمال سوریه بیرون میکشد. فرانسه باشد اعلان کرده است که برای تامین امنیت سربازانش در سوریه چاره میاندازد. در همین حال جنگ‌های سربازان ترک با نیروهای کردی در شمال سوریه بیشتر می شود. در خبرها آمده است که نیروهای کرد با نیروهای حکومتی سوریه به موافقت رسیدند که در یک جایگی بر ضد یورش ترکیه اقدام کنند. روز یک شنبه وزیر مدافع امریکا مارک اسپر گفت به نظر میرسد ترکیه میخواهد عملیاتش را از آنی که پیش بینی میشد وسیع‌تر کند. هدف از عملیات ترکیه در شمال سوریه از مناطق مرز با ترکیه دور کردن نیروهای دموکراتی سوریه است که زیر نظارت کردها میباشند. پیشرفت نیروهای ترکیه به داخل سوریه و زد و خوردها در این منطقه سبب گشت راههای کمک رسانی به پناهگاه‌های بسته شوند که در آنها هزاران زن و کودک وامانده از جنگجویان سازمان تندروی داعش نگهداری می شوند. در این پناهگاه ها که زیر نظارت سازمان ملل متحد و نیروهای کرد نزدیک 600 زن و کودک توجیک قرار دارند. در پناهگاه الحالی سوریه که بزرگترین پناهگاه زنان همسران جنگجویان خارجی داعش است و سخت‌تر می باشد. عملیات نظامی ترکیه در سوریه زمانی آغاز شد که مقامات توجیک گفتند نقشه بیرون کردن زنان و کودکان توجیک از سوریه را تهیه کردند. یک منبع در حکومت تاجیکستان روز 12 اکتبر گفت که این نقشه باید روزهای نزدیک عملی میشد و گروه اولین زنان و کودکان تاجیک را بیرون میکردند، ولی عملیات ترکیه اجرای نقشه را ناممکن کرده است. او گفت تا عملیات نظامی ترکیه پایان نیابد سفر به دیپلمات‌های تاجیک به سوریه توصیه داده نمی شود. مقامات تاجیکستان میگویند دو ساکن شهر اسفره را مرزبانان قرغیز در موضع پل آفتابروی بازداشت کردند. جانب قرغیزستان هنوز این خبر را تصدیق یا رد نکرده است، ولی در گذشته مقامات قرغیز بازداشت ساکنان را در این موضع به مرزشکنی ربط داده بودند. همینجا نوزیرف کارمند شعبه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در جماعت واروخ اسفره گفت شام روز 11 اکتبر ساکنان را در چراگاه پل آفتابروی بازداشت کردند. مرز در این منطقه مشخص نیست و ضمن رفت و آمد در این حدود زود میان ساکنان و مقامات دو کشور نفهمی رخ میدهد. یک ساکن جماعت واروخ که شاهد بازداشت ساکنان بوده است بدون ذکر نامش گفت آنها در چراگاه به شکار مشغول بودند. او گفت همراهانش دورتر از او قرار داشتند و سردبانها هر دو را با خود بردند. قسمی از مرز تاجیکستان و قرغیزستان هنوز علامت گذاری نشده است. اکثر بحث‌های مرزی به گفته کارشناسان از نامشخصی در این مرز رخ میدهد. سه محبوس توجیک به قبر نزدیکانشان در مؤسسه اصلاحی رقم 22 جمهوری مردوی روسیه قصد خودکشی کردند. هنوز وضع صحتی و در کدام شرایط نگه داشتن این سه محبوس معلوم نیست. پیوندان میرزا علی شاهین 35 ساله، میر محمد شیرالی 33 ساله و تاجدین شریفی 32 ساله به رادیو آزادی گفتند که این سه محبوس با نشان اعتراض در پی فشار و اذیت کارمندان زندان رگ‌های دستان خود را بریدند. سفارت تاجیکستان در روسیه گفت به مقامات زندان روز 2 اکتبر نامه روان کردند، ولی مقامات زندان از شهر حادثه خودداری میکنند. مولوده سعید و خاله یکی از محبوسانی که
گفته می شود قصد به جان خود کرده است. با رادیو زودی گفت از روی اطلاعی که دسترسی آنها شده است خواهرزاده وی و دو محبوس دیگری توجیک روز 4 اکتبر قصد جان خود کردند. این خبر را به آنها یک محبوسی که تازه از محبس آزاد شده است رسانیده است. این زن میگوید از روزی که این خبر را شنیدند مقامات زندان اجازه دیدار با خواهرزاده‌اش را نمیدهند، در حالی که پیشتر چنین مشکل وجود نداشت. به گفته نزدیکان محبوسان در مؤسسه رقم 22 جمهوری مردوویه بیش از 100 توجیک نگهداری میشوند. آنها با تکیه به صحبت نزدیکانشان میگویند شرایط محبس بد است و مهاجران زیر اذیت پیوسته برخی کارمندان زندان قرار دارند. روز 11 اکتبر خبرنگار رادیو زودی به مقام‌های گوناگون ریاست زندان‌های جمهوری مردوویه زنگ زد. آنها وجودی چنین حادثه را تصدیق و یا رد نکردند. مسئولین سفارت تاجیکستان در روسیه گفتند آنها بر اساس مراجعت پیوندان زندانیان این موضوع را پیگیری دارند. امروز پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با هدف توسعه همکاری‌های کشورش با عربستان سعودی در ساحه نفت به این کشور سفر خواهد کرد. سفر پوتین به منطقه خلیج زمانی صورت میگیرد که این گوشه عالم ناآرام بوده روسیه زیر تحریم کشورها نتوانست برنامه رشد 3% مجموع محصولات ناخالص ملی را به عمل برآورد. شورای فیودور لوکیانوف به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که در مذاکرات پوتین با ولیعهد سعودی محمد بن سلمان نفت موضوع اساسی خواهد بود. پاول دریویانکا هنرمند معروف تئاتر و سینمای روسیه از سرنوشت سمرالدین رجبوف یک زاده تاجیکستان که پس از شرکت در گردهمایی‌های ماه اوگوست در مسکو بازداشت شد و در زندان به سر میبرد صدا بلند کرد. مقامات روسیه او را به شرکت در بی‌ترتیبی‌های عمومی و زورآوری نسبت به نماینده حکومت ایبدار میکنند که میتواند باعث تا 11.5 سال حبس شدن سمرالدین رجبوف گردد. نوار 12 دقیقه‌ای که در آن هنرمندان روس یک به یک نقش 10 نفر بازداشت شدگان به اصطلاح دلای مسکو را میبازند و رهایی آنها را طلب میکنند از قصه رجبوف آغاز می شود. سمرالدین رجبوف 21 ساله که روز 2 اوگوست امسال با حکم دادگاه به حبس گرفته شد در زندان ماتروسکای تیشینای مسکو نگاه داشته می شود. رجبوف برای اشتراک در گردهمایی بدون اجازه که به نشان اعتراض از ثبت نام نشدن نامزدها به انتخابات مجلس مسکو تشکیل شده بود متهم می گردد. والنتینا اختریانکا هماهنگساز این سازمان روز 11 اکتبر در صحبت با رادیو زودی گفت دادگاه مسکو حکم حبس پیشکی سمرالدین را بار دوم تمدید کرد. وکیل دفاع سمرالدین چند بار در بازداشتگاه با او خورده است و میگوید روحیش خوب است، تلاش دارد باری در روحیش را نگاه دارد و به نوشتن ترانه‌های نوی مشغول است. سمرالدین رجبوف زاده تاجیکستان است ولی در روسیه مکتب را ختم کرده اینجا به وایه رسیده است و عین زمان شهروندی این کشور را دارد. به گفته وکیل مدافع اتهام استفاده از زور نسبت به نماینده حکومت بر پایه شکایت لینیک یک کارمند پلیس که به پراکنده کردن تظاهرگران مشغول بود اعلان شده است. مقامات روسیه میگویند سمرالدین رجبوف به سر لینیک یک ظرف پلاستیکی آب را هوا داده است. به قول دختریانکا سمرالدین 21 ساله جوانی از نگاه سیاسی خیلی فعال بوده، قبلا در یکی از گردهمایی‌های مخالفین شرکت ورزید و جریمه شده است. اما رجبوف رسما اعضای هیچ کدام از حزب و حرکت نبوده است و تنها عضو حرکت اختیاریان دونر بوده است و خون میسپرده است. خلبان روس ولادیمیر سادوونیچی که سال 2011 در تاجیکستان به 8.5 سال زندان محکوم و دیرتر زیر فشارهای مقامات روسیه افشوده بود در یک صدمه هواپیما در شرق کنگو به هلاکت رسیده است. سفارت روسیه در این کشور افریقایی روز 12 اکتبر مرگ خلبان را تصدیق کرد. مقامات گفتند خلبان دیگر روس ویتالی شومکو نیز در این حادثه جان باخته است. عملیات نجات و جستجوی جسدها ادامه دارد. تا حال سبب صدمه اعلان نشده است. خبرگزاری‌های روسیه نوشتند حادثه روز 10 اکتبر بعد از یک ساعت پرواز هواپیمای ان-72 رخ داد. پره‌های هواپیما را در منطقه منیما شرق کنگو یافتند. خبرگزاری ریا نووستی نوشت هواپیما بار رهبر جمهوری دموکراتیک کنگو فلیکس چیسکدی را می‌کشاند. در داخل آن 8 نفر بودند. ولادیمیر سادوونیچی نیم سال عمر خود را در بازداشتگاه شهری بختر قرغنتپای پیشین گذرانده است. مقامات انتظامی تاجیکستان او را ماه مارس سال 2011 همراه شهروند استونیا الکسی رودنکا با اتهام گذاشتن غیر قانونی از مرز، قاچاق و پایمال کردن معیارهای بین‌المللی پرواز دستگیر کردند. دادگاه هر دوی آنها را به 8.5 سال حبس محکوم نمود. آن زمان
садовничӣ ва руденка дар ширкати ролкан инвестмент лтд кор мекарданд ва ҳавопаймои онҳо пайҳам ва беогоҳӣ дар фурудгоҳи маркази вилояти хатлон поин омада буд. вазорати корҳои хориҷии русия низ дар пайи ин ҳукм гуфта буд ки гуноҳи муттаҳамон дар додгоҳ исбот нашудааст, аммо мақомоти тоҷикистон аз бархи расонаҳои хабарии русия интиқод карда гуфтанд ки парвандаи халабонҳо ангезаи сиёсӣ надошт ва садовничиву руденка воситаи муомилоти тиҷоратии касе нашуданд. зимнан садовничӣ ва руденка ки қариб ним сол дар боздоштгоҳи муваққатии шаҳри бохтар нигоҳдорӣ шуданд, пас аз як рӯзи эълони ҳукми додгоҳи хатлон ба Русия ва Эстония баргаштанд, вале ҳавопаймоҳо дар бохтар дар ҳабс монданд. варзишгарони тоҷик дар мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон оид ба самбо миёни наврасон ва навҷавонон ки рӯзҳои 11 то 13 октябр дар Тошканди Ӯзбекистон баргузор шуд 6 медал, 1 тилло, 2 нуқра ва 3 биринҷӣ ба даст оварданд. дар мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон ки дар маҷмаи варзишии Ӯзбекистон 3 рӯз идома ёфт, 370 варзишгар аз 29 кишвар ширкат дошт. рақобатҳо дар 4 гурӯҳ миёни писарону духтарони синашон то 18 ва 20 сола сурат гирифт. довари дараҷаи байналмилалӣ маҳмуд абдуллоев аз тоҷикистон ки рақобатҳои ин мусобиқоти ҷаҳониро ҳакамӣ кард, имрӯз 14 октябр дар суҳбат бо радиозодӣ гуфт ки варзишгарони тоҷик дар Тошканд соҳиби 6 медал шуданд ки яктоаш нишони тиллоӣ мебошад. ва бинандагони азиз, акнун аз қурби асъори хориҷӣ барои имрӯз мегӯям ки аз тарафи Бонки Миллӣ таъин шудааст. ба ҳамин тартиб 1 доллар 9 сомониву 68 дирам, 1 евро 10 сомониву 70 дирам ва 1000 рубли русия баробар аст ба 150 сомониву 80 дирам. сипос аз якояки шумо ки рӯзи худатонро бо хабарҳои озодӣ оғоз мекунед ва рӯзнав оғоз шудааст ва хабарҳои бештар аз инро дар давоми рӯз барои шумо хоҳем расонд дар сархати хабарҳо ва ҳамин гуна дар барномаи хабарӣ. рӯзи хуб дошта бошед.